خب بچه یه فیگور دیگه توی حالت دیگه، سر، قفسه سینه، لگن، زانو. این با یه خط ناخودآگاه این کارو میکنم، یعنی دقیقا این مثلثه و این که اون پشت رفته و اینجا نکنید قشنگ ما این زاویه رو داریم. این شکل‌های هندسی اگه بتونید شما پیدا کنید راحت می‌بینید، بعداً بیاین خیلی راحت فرما رو توش اجرا کنید و بازوها، به این زاویه صورت بالا رفته، تمام تقسیمات که برای صورت هستش زاویهش فرق میکنه. ببینید بچه‌ها خیلی راحت شما میتونید هر زاویه و هر حالتی بشه تو چند دقیقه در تمامش کنید.